بر اثر حمله یک گروه مسلح نامعلوم نقابدار به دیدبانگاه مرزی شماره 4 اشقاباد قسم حربی اتریاد سرحدی سلطان آباد، یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در مرز تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه رودکی جایگیر است. هنوز تصدیق خبر از منابع مستقل دسترس نشده است. به اطلاع مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در این حادثه 15 تن از حمله‌وران کشته و 5 تن دیگری آنها بازداشت شدند. منبع میگوید که حادثه ساعت‌های 3:23 شب صورت گرفته است و گروه مسلح عبارت از 20 نفر با اسلحه به این دیدبانگاه حمله بردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با پخش یک خبرنامه میگوید که این افراد ضمن حمله 5 اتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، در پی دنباله‌گیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره بازداشت شده ها را که به دهه اسنبای ناحیه رودکی فرار نموده بودند 4 نفر گفته است. مقامات تا هنوز درباره هویت این گروه مسلح معلومات ارائه نکردند و نیز شخصیت 2 کارمند نهادهای انتظامی که در این حادثه کشته شدند اعلان نشده است. مقامات میگویند که در حال حاضر در جای حادثه گروه فوری تفتیشاتی عمل میکند. در پی این حادثه در شهر دوشنبه و ناحیه‌های اطراف تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. در نقطه‌های اصلی پایتخت نظامیان با اسلحه به چشم می‌رسند. نظامی‌ها اساساً ماشین‌های سیاه شیشه را نگاه داشته خودروها را کافت و کاب می‌کنند. در درآمدگاه‌های دوشنبه نظارت سخت‌تر شده است. حمله در حال به عمل آمده است که تاجیکستان روز قانون اساسی را جشن می‌گیرد و رئیس جمهوری آن امامعلی رحمان در سفر به کشورهای اروپایی است. این سفر قرار است تا 12 نوامبر ادامه کند.